سرخط خبرها: تجدید محاصره ایران توسط آمریکا و هشدار ترامپ برای نابودی زیرساختها. آمادگی ترامپ برای حملات ویرانگر به زیرساختهای ایران. جزئیات جلسه اضطراری در اتاق وضعیت. درخواست سپاه پاسداران از مردم اردن برای اخراج ارتش آمریکا و تخریب مؤسسات آن. فعال شدن دافع هوایی کویت در پی حمله پهپادی. طنین انداز شدن دوباره زنگ خطر در بحرین. اظهار کاردار ایران در لندن. تجدید تنش‌ها پس از ممنوعیت فعالیت سپاه در بریتانیا. حمله گسترده پهپادی اوکراین به مسکو. روسیه از پرتاب 340 پهپاد خبر داد. قتل بیرحمانه دختر 11 ساله نمایانگر تداوم بحران خشونت‌های جنسی در هند. و در اخیر مسکو اوکراین را به تروریسم در بحیره آزوف متهم کرد. آغاز جبهه جدید جنگی. سلام و وقتتان بخیر به این بسته خبری از چینل سورس فارسی نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها: دونالد ترامپ از هدف قرار دادن تمام نیروگاه‌های ایران در هفته آینده و محاصره کامل دریایی کشتی‌های وابسته به تهران خبر داد. همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهای تازه در جنوب ایران و هشدار تند اسرائیل، نمایندگان مجلس ایران خواستار خونخواهی علی خامنه‌ای شدند و شورای امنیت نیز بر آزادی کشتیرانی تاکید کرد. در ادامه تقابل نظامی میان واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داد که در هفته آینده پل‌ها و تمام نیروگاه‌های برقی ایران از کار انداخته خواهند شد. وی همچنین اعلام کرد که ایالات متحده کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را به طور کامل محاصره خواهد کرد، اما تنگه هرمز برای تردد سایر کشورها باز خواهد بود. ترامپ افزود که هزینه‌های نظامی این عملیات‌ها را از طریق توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین می‌کند. همزمان با این اظهارات، رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در شهر ایواز، بندر عباس و جزیره قشم خبر دادند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تهران هشدار داد که هر گونه حمله احتمالی به خاک اسرائیل با پاسخ بسیار شدیدتر از گذشته روبرو خواهد شد. این در حالی است که در داخل ایران بیش از 180 نماینده مجلس با صدور بیانیه خواستار تصویب قانون خونخواهی و قصاص عاملان و آمران قتل علی خامنه‌ای رهبر پیشین این کشور شدند. در بعد بین‌المللی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله آمریکا، فرانسه، بحرین، روسیه و چین در نشست اخیر خود بر لزوم توقف درگیری‌ها، کاهش تنش میان تهران و واشنگتن و تأمین امنیت آزادی کشتیرانی در آبراه حیاتی تنگه هرمز، دریای سرخ و باب المندب تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسه اضطراری اتاق وضعیت با حضور مقامات ارشد امنیتی و نظامی طرح حملات گسترده به اهداف راهبردی در خاک ایران را بررسی کرد. ترامپ هشدار داده است که در صورت امتناع تهران از مذاکره، هفته آینده تمامی نیروگاه‌های برق و پل‌های ایران نابود خواهند شد و سایت هسته‌ای زیرزمینی کوگلنگ گزلا هدف بمب‌های سنگرشکن قرار خواهد گرفت. وبسایت آکسیوس گزارش داده است که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جلسه فوق‌العاده را در اتاق وضعیت کاخ سفید با حضور اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگست وزیر دفاع و رئیس سازمان CIA برگزار کرد. محور اصلی این نشست بررسی برنامه‌های جدید برای انجام حملات ویرانگر به اهداف راهبردی در عمق خاک ایران بوده است. حملاتی که دامنه آنها بسیار وسیع‌تر از عملیات‌های جاری در اطراف آبنای هرمز خواهد بود. هدف ترامپ از این تجدید تنش‌ها وارد کردن خسارات سنگین به ایران برای وادار ساختن تهران به بازگشایی کامل آبنای هرمز و پذیرش شروط هسته‌ای واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز صراحتاً اعلام کرد که در روزهای آینده حملات سخت‌تر خواهد شد و از هفته آینده نیروگاه‌های برق و پل‌های مواصلاتی ایران به طور کامل نابود خواهند شد، مگر اینکه تهران پای میز مذاکره بیاید. او پیام فرستاده است بهتر است توافق کنید وگرنه چیز برایتان باقی نخواهد ماند. در این میان فعالیت‌های ایران در سایت هسته‌ای زیرزمینی کوگلنگ ازلا تحت نظارت شدید آمریکا قرار دارد. ترامپ هشدار داد که بمب‌های سنگرشکن آمریکایی توانایی نفوذ به اعماق زمین را دارند و در صورت مشاهده کوچکترین تحرک این سایت به سختی هدف قرار خواهد گرفت. این تصمیم گیری ها در حال صورت می گیرد که ارتش آمریکا حملات خود به مواضع راداری و دافع هوایی سپاه در سواحل جنوبی را ادامه داده و محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران را نیز به اجرا گذاشته است. سپاه پاسداران ایران با نشر بیانیه‌ای از مردم اردن خواست تا پایگاه‌ها و مؤسسات آمریکایی را در خاک خود
تخریب و نیروهای نظامی این کشور را اخراج کنند. سپاه مدعی شد که حملات اخیر آمریکا به خاک ایران از پایگاه‌های مستقر در اردن هدایت شده و در پاسخ پایگاه آمریکایی الزرق را هدف حملات هوایی قرار داده است. سپاه پاسداران با صدور اعلامیه مردم اردن را به شورش علیه حضور نظامی ایالات متحده فراخواند و از آنان خواست تا از هر فرصت برای تخریب موسسات آمریکایی و اخراج ارتش این کشور استفاده کنند. در این بیانیه ادعا شده که خاک اردن نباید به منشأ حملات علیه کشورهای اسلامی مبدل شود. از مردم این کشور خواسته شده تا به حضور نیروهای آمریکایی در سرزمین خود پایان دهند. بر بنیاد این بیانیه، سپاه پاسداران مدعی است که بخش عمده حملات بامداد چهارشنبه آمریکا بر خاک ایران از طریق پایگاه‌های مستقر در اردن انجام شده است. سپاه اعلام کرد که در یک اقدام تلافی جویانه نیروی هوافضایی این ارگان پایگاه آمریکایی الزرق را در اردن هدف قرار داده و آشیانی جنگنده‌های F-16, F-15 و F-35 و همچنین تعداد از پهپادهای استراتژیک MQ-9 آمریکا را در این پایگاه نابود کرده است. وزارت دفاع کویت از مقابله سیستم‌های دفاعی هوایی این کشور با یک حمله پهپادی خبر داده است. همزمان گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجارها در کویت و با صدا درآمدن دوباره زنگ خطر در بحرین حکایت دارند. وزارت دفاع کویت با نشر اعلامیه تایید کرد که یگانهای دفاعی هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با یک حمله پهپادی یعنی طیاره‌های بی‌سرنشین هستند. در پی این رویداد رسانه‌های منطقه‌ای از شنیده شدن صدای انفجارهای نیرومند در خاک کویت خبر دادند. اما ستاد کل ارتش کویت اطمینان داده است که این صداها ناشی از فعالیت سیستم‌های دفاعی هوا برای منهدم کردن پهپادهای مهاجم بوده است. همزمان با این تحولات زنگ هشدار و خطر بار دیگر در سراسر بحرین به صدا درآمده است. کارشناسان نظامی احتمال می‌دهند که این هشدارها به دلیل تداوم حملات موشکی و پهپادی ایران به مواضع در بحرین فعال شده باشد. بریتانیا یک روز پس از ممنوع فعالیت کردن سپاه پاسداران تحت قوانین جدید امنیتی، کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را اظهار کرد. لندن تهران را به تجدید فعالیت‌های مخرب و استخباراتی در خاک خود متهم کرده و در حالی که تهران این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی خوانده است. دولت بریتانیا با استفاده از صلاحیت‌های جدید قانونی برای مقابله با مداخله، نظارت و خرابکاری‌های خارجی سپاه پاسداران و یک گروه وابسته به آن با عنوان تهدید امنیتی معرفی و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد. در پی این تصمیم، کاردار ایران در لندن به وزارت خارجه بریتانیا اظهار شد. مقام‌های بریتانیایی اعلام کردند که با وجود هشدارهای مکرر، سرویس‌های استخباراتی ایران رفتارهای مخرب و خصمانه خود را در خاک بریتانیا تجدید کردند. ادعایی که پیش از این توسط پلیس ضد تروریسم و دادگاه‌های این کشور نیز تایید شده بود. در مقابل، تهران با محکوم کردن این تصمیم تاکید کرد که سپاه پاسداران بخش رسمی از نیروهای مسلح ایران است و اقدام بریتانیا را نقض قوانین بین‌المللی دانست. با وجود اینکه کشورهای مانند آمریکا، کانادا و استرالیا سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند، بریتانیا هنوز آن را در فهرست تروریستی خود قرار نداده، بلکه فعالیت آن را تحت چارچوب قوانین جدید مبارزه با تهدیدات دولتی ممنوع کرده است. شاروال مسکو اعلام کرد که در جریان 24 ساعت گذشته 340 طیاره بی‌سرنشین اوکراینی به سوی پایتخت روسیه پرتاب شدند که بیشتر آنها توسط سیستم‌های مدافع هوایی سرنگون شدند. این حملات متقابل در حال شدت گرفته است که اوکراین زیرساخت‌های نفتی روسیه را هدف قرار می‌دهد و مسکو نیز در مقابل موجی از حملات راکتی را بر کیف راه اندازی کرده است. سرگئی سوبیانین، شاروال مسکو روز سه‌شنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 340 پهپاد اوکراینی به مناطق اطراف پایتخت روسیه فرستاده شدند. با گفته او بیشتر این پهپادها توسط واحدهای مدافع هوایی در فواصل دور از شهر رهگیری و سرنگون شدند. سوبیانین در حساب تلگرام خود نگاشت بیشتر آنها توسط نیروهای مدافع هوایی در مسیرهای بیرونی خنثی شدند و بیش از 50 طیاره بی‌سرنشین دشمن در مسیر حرکت به سوی مسکو نابود گردیدند. نزدیک شدن طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی به پایتخت روسیه به یک امر معمول بدل شده و شاروال مسکو پیوسته آمار پهپادهای سرنگون شده توسط نیروهای مدافع هوایی را نشر می‌کند. در ماه‌های اخیر اوکراین حملات خود بر زیرساخت‌های روسیه به ویژه تأسیسات مرتبط با صنعت نفت شدت بخشیده است. اردوی اوکراین روز سه‌شنبه تایید کرد که حملات پهپادی تازه‌ای را بر مجتمع پتروشیمی سالفات در منطقه اورال و پالایشگاه آفپسکی در جنوب روسیه انجام داده است. حملاتی که گفته می شود به کمبود پترول در سراسر روسیه انجامیده است. در سوی دیگر، میدان نبرد نیروهای روسی نیز در هفته‌های پسین حملات راکتی و پهپادی خود بر کیف، پایتخت اوکراین را افزایش دادند.
اوایل روز سه‌شنبه روسیه موجی از راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بی‌سرنشین را به سوی کیف پرتاب کرد که این پنجمین حمله از این دست در ماه جاری میلادی به شمار می‌رود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که این حملات به 16 موقعیت در پایتخت به شمول یک مکتب و یک محل تجارتی آسیب رسانده است و مقام‌های شهری نیز از وقوع چندین آتش‌سوزی در بخش‌های گوناگون شهر خبر دادند. تجاوز گروهی قتل تکاندهنده یک دختر 11 ساله در ایالت بنگال غربی بار دیگر توجه ها را به گستردگی خشونت‌های جنسی در هند جلب کرده است. آمارها نشان می‌دهد که جرایم جنسی علیه کودکان در این کشور به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته و فعالان حقوق بشر فرهنگ مرزسالاری، ضعف پلیس و کندی سیستم قضایی را از دلایل اصلی تداوم این بحران می‌دانند. در تازه‌ترین رویداد از سلسله خشونت‌های جنسی در هند، یک دختر 11 ساله در شهر بوروپوری ایالت بنگال غربی پس از ربوده شدن مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و به قتل رسید. به گفته پلیس، عاملان این جنایت او را در حالی که هنوز زنده بود داخل یک بوجی انداخته و به حوض پرتاب کردند. خانواده قربانی نهادهای امنیتی را به کنکاری در پیگیری شکایت اولیه متهم کردند. این رویداد تنها گوشه از بحران خشونت‌های جنسی در هند است. بر بنیاد آمارهای رسمی در سال 2024 میلادی 29536 قضیه تجاوز جنسی در این کشور ثبت شده است. در همین حال جرایم جنسی علیه کودکان با رسیدن 69191 مورد ریکورد بی‌سابقه ثبت کرده و نسبت به سال 2010 میلادی بیش از 7 برابر افزایش یافته است. روسیه اوکراین را متهم کرد که با افزایش حملات پهپادی بر کشتی‌های تجارتی در بحیره آزوف مرتکب تروریسم محض شده است. اوکراین اعلام کرده است که تنها در 9 روز گذشته 116 کشتی روسی را هدف قرار داده است. رویدادی که به محدودیت شدید عبور و مرور بحری در این منطقه از تاریخ 10 جولای انجامیده است. سیرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه اوکراین را متهم کرد که با تجدید حملات بر کشتی‌های تجارتی در بحیره آزوف دست به تروریسم محض زده است. این مسیر آبی راهبردی شریان اصلی صادرات غلجات روسیه به شمار می رود و حدود 25% صادرات گندم بزرگترین صادرکننده جهان از این منطقه انجام می شود. به گفته منابع تجارتی در پی این حملات تردد کشتی‌های تجارتی از طریق تنگه کرچ و کانال آزوف دون از تاریخ 10 جولای به این سو به شدت محدود شده است. در همین حال رابرت برودی فرمانده نیروهای طیاره بی‌سرنشین اوکراین با نشر بیانیه اعلام کرد که در حملات شبانه این نیروها 11 کشتی روسی شامل 5 تانکر نفتکش، 5 کشتی باری و 1 قایق یدکش هدف قرار گرفته است. با این حساب شمار کل کشتی‌های روسی آسیب دیده در 9 روز گذشته به 116 فروند افزایش یافته است. منابع مستقل صنعتی نیز تایید کردند که چند کشتی حامل غلات در روزهای 13 و 14 جولای هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده‌اند. در واکنش به این اتهامات، یک مقام نظامی اوکراین با رد ادعای روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور تنها اهداف نظامی یا تاسیساتی را که به توان جنگی روسیه کمک می‌کنند هدف قرار می‌دهند. و مسکو را متهم کرد که با ادعای حمله به کشتی‌های غیرنظامی به دنبال بهانه‌ای برای توجیه حملات سنگین خود بر بنادر و زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین در بحیره سیاه است. با این وجود وزارت زراعت روسیه اطمینان داده است که برای حفاظت از منافع زارعین و ایفای تعهدات بین‌المللی خود در صورت نیاز محموله‌های غله را از مسیرهای جایگزین در بحیره سیاه یا بالتیک صادر خواهد کرد. از این که تا این دم با ما بودید، جهان سپاس.